چه کاره؟ بله. کجا میبری؟ من برو مادرم گفتم برو کمکی خار و بلگ جمع کو بیا. بشینه. میگم باید دستگل بودی. خودت میفهمی که با ما آن فعلا 1 روپیه. تو کار نداری این مشکلات رو همه. که تو برفتی 20,000 روپیه سکیلر ببردی بالا 2 تا گلوبند که ما گلوبند استونم. خوابم سر تو خودی گلوبند استوندن تو آخ میفهمی که ما 1 روپیه اول 5,000 روپیه گیری کار من نمیتونم بکنم. باز ما میقدر قایم به خیش رفتیم و یکی و تو دختر نداد. خدا برابر کرده میادم که شیرواق و 2 لک روپیه برای مبد پاک کرده. تو چری تا کارا میکنی به سر خود خوب؟ کی بری تو آخه تو برو سکل بری بالا گلوبند بده؟ آخه مادر من گاه اختلاف میکردم میگفتم بچم من بگرم بریم 20,000 30,000 گلوبند بخریم و گوشواره بخریم به عروس خوب. من میگم مرتکه که به چگاه که میدک دیدم گفت که بلا در ما مزار منه اینا میفروشن که من بلد نیم میرم به مزار از ایران آمدم. من چون به 8 میلیون تومان خریدم. من سکیل از خسوربیلی خوب بپرسیدم و دقیق ما به 20,000 خریدیم. مرتکه گفت طلا 28,000 میشه. من بداد طلا بخور. آخه تو خبر نداری که شرایط حال خراب شده، کلاهبردار خیلی شده. تو موبایل 1 دفعه 2 دفعه یکی میبینی موبایل به جون مرتکه میزن، یکی سعی میکنی کیفی به جون مرتکه میزن، یکی سعی میکنی بگی یه انگشتره بچه من برم به خارج برم ایرمان بفرشم ایت کنم آخ تا به کی تو شیار میشی. بازم اونا رو ببردم همه به هم با 120 روپیه کسب من نمیخرید به 130 روپیه نمیخریدم. تو ایشته رفتی به سر خود خودت کاری کردی. نمیشناسی مرتکه را؟ مرتکه نمیشناسی؟ مرتکه کی بود؟ به چگاه کی بود؟ نه بابا خدا دیگه تو دیگه رحم کن. این چی به من دادی؟ چی دیوانه خدای که هر چی بزی میگم این معامله 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز با خدا کسی مرغ مرده خوبه تو نمیداد. حالا بی خدا مرتکه برابر کرد. آره محمد خونم بیامد. سرت محمد بخور من خودی تو گم بزن. تو با محمد چی کردی؟ خودی از جو ما امروز جور میایم. آخه جواب مر بده پیرم جواب مر بده چه کار کنم دست من نمیفهمم خوب. حیف زن به تو. حال خسور 20,000 تومان مایه. تاون که مجبوری تاون بدیم. میگم من گیری 5,000 روپیه قرنی 20,000 روپیه مثلا ما طلب شد. این پول از کم بود که 20,000 روپیه دیگه مگر مجبور من از هر جا میشه پولی رو بده. شما نگاه کنید. بیا خانزاده بیا. باسکلی سعی کنید تاثیرات سعی کنید. بیا این تو میای خود باسکل خب برو بالا برو. بیا برو اده بیا بشی. یه از سر تو با ما کارگره بردی. بیا یک خود تو باسکل خب بگذارک. یه از سر تو یه جیتا بشی. کجا بدی تو؟ مادرم مرید بیده. آخ سرتو مادرتو بخورم و در خبر نداری که آخه یه استیا 3 روز 4 روز داره بسته که ما برای در مجلس از این رفتیم یه امکان گل به او داده بریم سکل ببرده به 120 روپیه طلا من خریدم. خانزاده طلا خریده. آن تو چه کاره؟ تو 3 روز آخه من تو خودی کله گنده خو به تو نگفتی که من شب جمع میرم یک شبی میستم به خونه خو میام خبرگیری میکنم مادر خو برارا خو خبرگیری تو دکتر بیدی البته با دکتر بودم یاد سی که خودی من زنگ میزنم که اسیا بیای چه کار فلان اسیا آرد کنیم گندم بیارم تو هم برادر که تو دارم وردش بیاوردن که تو بری به میله بخو انا لبا بگیرن رخصت کنی که بره از این ساعت دیگه تو 1 ساعت به تعزیز را دیدم میفهمی پستاتون میکنم دیگه از بیشتر من تا تحمل ندارم دیگه میری برات کار خوب برو چرا البته اینجا تور بیاوردم که به سرم آقای بشی تور بیاوردم اینجا کار کنی بشی خورتکه که فقط گیره میکنه آنی شما کارگر بدی خودی گپ زن میگم ماما جو گپ زی سر کو قش کرد تو نگفتی یک شب میسته کن میا بگونه رو برید میده اسم خب مادر تو مریضه ما چه کار کنم ما چه کار کنیم آخه مردم یکی به زنگ میزنه که در اسیا شما به سیمتون 20 من گندم آورد و یکی 30 من آورد این هم کهن خانزاده میبینی که دست ما گونگم که گونپر ایلیه حالا دست شما ما چه کار کنم تو بیاوردن کار کنی خود ما سکوت دیگه وقت زن چرا گریه میکنی؟ من نمیدونم عدی شور نمیخونم کجا شور نمیخونی؟ عدی میگی شور نمیخونم من مادر خودم بودم تو
کم صدا خوب ببخشید ما با نفهمیدم گردن من باشه. انمی گپ بمونده من خیال کردم شما به پیش من منی. زنده بزار مادر خو عروس میکنی. نه. من سهر توشه. من گردن من با شوخی گفتم مادر ما بزی میایه. بجا مادر اینه. گریه نکن که برو به سراغ ما موجود. نه بعد میشون نمیکنم. بازا خودی برو. باجی میشی؟ باجی میشی؟ من میشون نمیکنم. من میشون نمیکنم چی؟ باجی میشی؟ بله. نه میگه بله. بابا بر این گناه داره. خوب پس تو طرفان کی باجی خوب کنی. نه دم کدی قیافی از این. صبر کنه. ماما باجی میشی؟ بله. بله میگه. حالا من چه کار کنم؟ تو با امران کاری من نشون ده. چه کار کنم؟ گناه داره بیری نکنی. سکو. اگه دیگه تو بیری نکنی نمیری به سراغ یک ماه. نه دیگه به کل نمیرم. یعنی قول میدی بریم. به کل قول میدم. خیلی بابا گناه داره غر خدا اگه میشه. دل قول از این میدی که هرگز نده قول. قول میدم. بابا گناه دیگه داره. نمیرم. به کل دیگه نمیرم. کار کن. آدم قریب دل من برای از این میسیزه. بابا تو چه دیرو بامون نرفته بودی؟ بیلا گردنم بند باشه بابا مثل گوخون گوا مختصر از این بوی میده. خیر حالی برای از دیگه پا نگرده. چرا سر تو بوی میده؟ سیکو. ها؟ ای برو او دکته بردار او که مقدار ما هفته داغ شد سر کلی خورم بردار گوشه که بره ویسی ها بره دیگه تا وکی دیگه وقتی برو یا هم تو بشخیش خوب این دفعه هم بشخیش تو بخزه وقتی بگیرک تم برو که مدر تو چی گفتن من بلغار میرم برگم تبا ای او بلغار که تباق ما اون چین گونش نبیده اگه اونا یا ایران ببرم حال کنی اگه بابا چیز شد بره ببر ایران ببر خب ایران ببر اگه ببر بره بابا بره پنجشنبه هم میخوام اونجا گاه بره برو بابا برو دگار چی ترم نه بره دیگه میرم جلوشی. جلوشه همین تیتران میگیرم هم دگران خب گل بانجولا تخمی چی خدا به ما داده بود اون سیکو ایر سیکو هی خاکم سر شما خاکم سر ما خودم به چه دریمه وای آمد سلام استن خیرات جنجر ساعت خوبه خیرات جنجر اول خوبه الحمدلله زنده باشین بفرمایید بله همی گیلک یک خوش دانم است بفرمایید امر کنیم بیایم چم همی من خب همی کارگر شما که پیش شما کار میکنه بله یار همی میایه از دل کلکی خب کله کشک میکنه تاثرا مردمه سه میکنه تاثرا همی کارگر شما گیلک همی چی من گیلک منو یعنی این که شما میگین محمد کارگر معظمی کلکین خونه تاثر شما سه همی زن کارم شاهده صبر کنید محمد بله. بیا بله. نه دیگه لالا نه این خجالت نمیکشه شرم حیا نداره صبر کن لالا براره من دیگه یک دقیقه صبر کنیم براره من از امراه نه محمد میگم تو خجالت نمیکشی تو از این کلانتر شطوری میشی لالا میگه که از پنجره همون کلکینک باله بوم میگه تا سلام هستی میکرده من سی نکردم نگاه کردم نگاه کردی نازل ساش نه خیره پس رفتم دست ندادم به جون تو خب
ما دست برو فقط نازل آمرست همه همسایه دستتو به داد شدن. برو لالا خیر باشه، برو بچی جان، برو دیگه شرف جان، برو با لالای ما، برو خیر باشه. ببخش برارم. تو هم بخش. خدایا ما به چی به بالا افتاده ما به دست عزیز صغیر مسکین بدبخت. آخه برارم دیرو بیامدی به بعد از سشیای بیامدی به پیاخو گفتم خیرم از زماناتی رو میکنم، حالی بیامدی بالا شدی از کلکین چی بگم صبر کو، تو چوب کو تو سیل نکردی سیل نکرد نگاه کردو نکو میفهمی تو خود کنسی نداری نازی خب من ملامتی من چی بگم؟ خیره چی جان نازی شرف جان نازی بابا بخی همه خود خوب بایر مدر داری بده نازی خانم سرو بری برو بسلا برو بسلا برو شرف جان بیا یک دقیقه ببخش رفیق ما بدیدی دست خور به جون تو نزدم گفتم من خود ما بگدشتیم پور بزنی که دیگه فهمیدش بزنی فهمیدی یک دفعه دیگه هم اگیر بکوچه با تک کوچه دیدی دور بزن فهمیدی امکان داره که تاثیرامو رو سعی کنم مثلا نمیگم نه که این تلفاقی گپانیه به سرامو میشینه برو خیر بینه من بدیدی دست خور به جون تو نزدم گفتم غرض نگرفتم که سیوا کنم شما ببخش لالا خیر بینه نه که این نمیفهم گردنم بند باشه اینا این زنکا به مثل مادر و خواره بزنی بازم خیلی بینی که علقی به گوشی شد